طعم خوب، بوی خوب، نمای خوب، غذای خوب. سلام، من پروانه هستم. امروز در خدمت شما میخواستیم تانکسگیوینگ دینر یا شام مخصوص تانکسگیوینگ، یکی از پرطرفدارترین تعطیلات در امریکا همچنین برای ما مهاجرین هستش، با هم درست کنیم. غذای اصلیش که میدونین که بوقلمون یا ترکیه که شما باید قشنگ ترکی یا بوقلمونتون رو داخل و خارجش رو خوب تمیز کنین، مثلا هر چیز که توی شکمش درارین و بعداً کاملا ترکی رو نمک بزنین. دلیل اینم که نمک میزنیم اینه که باعث میشه که ترکیتون تندرتر بشه. بعد از اینکه این کارو کردین، من معمولا ترکیمو یک شب قبل مرینیت میکنم. اون بستگی به شما داره، میتونین همون روز درست کنین، میتونین قبلش مرینیت کنین. مرینیت کردن هم خیلی ساده است. با آب لیمو، یه دونه آب لیمو، نمک، یه قاشق چایخوری نمک، فلفل یا پودر سیر، هر چی که دوست دارین، روغن یا روغن زیتون یا روغن مایه، بستگی به خودتون داره، هیچ فرقی نداره چون هر دوتاش لایته. 1/3 کاپ هم بسه. بعضیا کره میزنن به بوقلمونشون که بوقلمون خودش به اندازه کافی چربی داره، و کمی هم سوی ساس. سوی ساس باعث میشه که مزهش خیلی بهتر بشه. اینو کاملا به هم میزنیم. بعد اگه دوست داشتین توی بگای مخصوص آون که بهش میگن براون بگ، من معمولا یه خورده با طعم اسپری میکنم که ترکیتون نچسبه. بعد از اینکه اسپری کردیم ترکی رو میذاریم تو. البته اول باید ترکی رو استاف بکنیم که من الان استافینگ رو به شما نشون میدم. استافینگ چند جوره که من امروز به سبک خودمون ایرونیا درست میکنم با برنج. و اول شما یک فنجون پیاز خورد شده در روغن خیلی کم تفت میدیم. به اندازه میخواین، هر اندازه که میخواین ترکیتون چه اندازه باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، بخواین استافینگ، بعضی استافینگ رو به عنوان بغل غذا ساید دیش هم میذارن، بعضیا فقط توی شکم بوقلمون میکنن. شما پیاز رو بعد از اینکه پیاز رو تفت دادین میتونین با همون اندازه پیاز کرفس خرد شده قاطی میکنیم، هویج همه به اندازه مساوی، نصف فنجان. بعد از اینکه پیازمون و هویج و کرفس تقریبا یک کمی قهوه‌ای شد، سطح قهوه‌ای شد، یک فنجون گردو با بادوم خلال، گردوی خرد شده و بادوم که من قاطی کردم، هیچ مسئله نیستش، میریزیم به سبک خودمون. اگرم دوست داشتین نمیتونین نریزین، ولی خیلی خوشمزه تر میشه. گردو و بادوم اینا همه رو به هم میزنیم. البته نمک و فلفل که همیشه هستش، سیر یه حبه. اینا رو که کاملا قاطی کردیم نصف فنجون زرشک و من کرنبری میزنم. شما میتونین اگه دوست داشتین کشمیش بزنین، یا اینکه هیچ کدومو نزنین، یا اینکه خلال پرتقال بزنین، ولی معمولا کشمیش باعث میشه، کشمیش زیاد شیرین میشه، ولی کرنبری و با زرشک با هم یه مزه ترش و شیرینی میده، با قول خودمون ملس، که خیلی خوشمزه میشه.
اینا رو کاملا به هم میزنیم. واقعی که کاملا به هم زدیم. برنج رو قاطی میکنیم. برنجم 1 فنجونه. من قبلا شستم، آماده شده، دستم شستم. برنج رو میریزیم و کاری که شما میتونین بکنین، میتونین با آب برنجتون رو بپزین، یا اینکه من با آب مرغ که یه خورده بهش مزه میده، چون با آبم اگه ریختین هیچ مسئله نیستش، چون خود ترکی به اندازه کافی مزه فلیور داره. 1 فنجون نصفه، چون مایه‌تون باید تقریباً نیمه پز باشه، کاملا نپزین، چون که توی خود ترکی هم وقتی که پخته میشه دیگه خیلی شل میشه، به نظر من زیاد خوب نیست. اگرم دوست داشتین یه خورده زعفرون میذاریم و اگه با نمک دوست دارین که نمکشو بیشتر کنین. اگه شیرین دوست دارین میتونین یه خورده شکر بزنین، بستگی به همه اینا داره. بعد از اینکه سعی میکنیم که اینا آماده شد، با هم ترکی رو استاف میکنیم. من الان ترکی رو میذارم توی کیسه مخصوص. در این فاصله میتونم برای شما توضیح بدم که چه مخلفاتی دیگه باقلمون داره. معمولا یکی از هالیدی‌هایی که خیلی مخلفات داره و همش هم باید همون روز درست بشه، وقت زیاد میگیره و من معمولا دوست دارم با خانواده کار بکنم و این خانواده رو شما میتونید هر کسی بگی، یکی مشت پتیتو درست بکنه، یکی استافینگ درست بکنه، هر کس هر چیزی دوست داره. حالا فعلا صبر میکنیم، دوباره من در خدمتتون یه لحظه دیگه برمیگردم که تا استافینگمون حاضر بشه. استافینگ ما حاضره، ببینید چقدر قشنگ شد. بلافاصله استافینگ رو همیشه بلافاصله که میخواین ترکیتون رو بذارین توی فر بذارین، چون اگر قبل از اون بذارین یه خورده حالت مسمومیت پیدا میکنه و حتما قبل من ترکی رو استافینگ رو میذارم توی ترکی و بعدش در بگو میبندم. شما میتونین با فقط گره بزنین یا با یه رابر بگ یا هر چیز داشته باشین بذارین و بوقلمونمون آماده است که بره توی فر برای مدت 3 ساعت با حرارت 350 توی فر که قبلا گرم کردیم برای مدت 3 ساعت که کاملا قهوه‌ای باید بشه. در این مدت من مشت پتیتو یا پوره سیب زمینی درست میکنم. 3 تا سیب زمینی، بازم بستگی به خانواده داره که how big you are. سیب زمینی ها رو پوست میکنیم و بعدش توی آب سرد میذارین بپزه. وقتی که کاملا سیب زمینیتون پخت به این حالت، من قبلا کار کردم، کاملا سیب زمینی پخت، از آبکش رد کنین، دوباره برگردونین توی قابلمه که تمام آبش تبخیر بشه، چون اگه یک کم هم آب داشته باشه سیب زمینی آب میندازه. بعد سیب زمینی رو شما میتونین با کرم یا ساور کریم یا شیر، هر چی که دوست دارین، بستگی داره که شما چقدر ساده میخواین یا نه. 1/3 این الان 3 تا سیب زمینیه. شما 1/3 کرم، شیر، بازم بستگی داره که شما چه سلیقه‌ای داشته باشین. من معمولا بدون چربی استفاده میکنم و این 1 چربی با همون اندازه شیر و
اگر دوست داشتین میتونین کره بریزین، اگه دوست نداشتین نریزین، چون خیلی ریچ میشه. من فقط نشون میدم ولی من نمیریزم کره. کمی نمک، فلفل، تمام اینو میذاریم توی فر داغ بشه. ببخشید میذارم توی مایکروویو برای 30 ثانیه. اوکی. بعد از اینکه شیرتون کاملا داغ شد میریزیم قاب داخل سیب زمینی. بعد شما میتونین با مشر یا با قول خودمون گوشتگو خورد بکنین یا رنده بکنین سیب زمینی، هر جوری که دوست دارین. من معمولا با این میکنم کاملا پوره بشه. ببینین راحته، یک حالت کرمی در میاد و هیچی سیب زمینی دون نداشته باشه. اگه دیدین که سفته میتونین یه خورده با سیب زمینی روغن اضافه بکنین، اگه که نه همینجوری هم بسیار خوبه. ببینین به این حالت در میادش که بعدا اینو میتونین توی ظرف پایرکس یا هرچی بذارین کنار. موقعی که شام حاضر شد داغ بکنین بذارین رو میز. در این فاصله من بخوام کورن برد رو درست کنم که کورن برد هم که انواع اقسام نون‌ها رو میذارن روی میز شب تانکسگیوینگ. شما میتونین کورن برد داشته باشین، نون ساده داشته باشین، پامکین برد یا نون کدو حلوایی داشته باشین، هرچی. ولی کورن برد یکی از غذاهای نونای اصلیشونه، چون کورن یکی از سبزیجات اولیه بوده که سرخپوستا مصرف میکردن. باور باشید. برمیگردیم. حالا با هم کورن برد یا نون ذره درست میکنیم که اینو شما میتونین بازم روز قبل درست کنین بذارین کنار و وقتی که میخواین سرو بکنین توی فر یه دقیقه داغ کنین. من امروز درست میکنم. اول مواد خشک رو قاطی میکنیم. یه فنجون، اگه بخواین 2 برابر کنین 2 تا فنجون آرد معمولی، آرد سفید، نصف آرد سفیدتون آرد ذرت کورن میل، نصف اون، سه چهارم فنجون شکر. اگه شیرین دوست نداشتین میتونین اصلا شکر نریزین یا اینکه جای نصف شکر بریزین نصف عسل بریزین که خیلی خوشمزه میشه. یه قاشق غذاخوری بیکینگ پاودر، نصف قاشق غذاخوری نمک، مواد خشکمون رو به هم قاطی میکنیم میذاریم کنار. بعدا مواد مایع که هستش 2 تا تخم مرغ بزرگ، یک سوم فنجون روغن مایع، سه تا قاشق غذاخوری کره که ببینین اینجا 8 تا قاشق، من 3 تا میذارم. اوردی خودش اندازه معلوم شده. اول مواد مایع رو کاملا با همزن برقی به هم میزنیم که حل بشن.
اوکی، با همزن برقی کاملا حل میزنیم که تخم مرغ و کره و روغن کاملا یه حالت کرمی و فلافی پیدا بکنه. همینجور که به هم میزنیم ببینین، چون اگه کره رو کاملا به هم نزنیم بعداً دون میشه. بعد از اینکه مواد مایعمون کاملا حل شد، قاشق یک دفعه مواد خشکتون رو سعی نکنین بریزین، چون اون حالت تکسچر و فلافیشو از دست میده. کم کم میریزین روی شعله روی درجه خیلی کم. اگه دیدین یه خورده دونه هیچ اشکال نداره، چون این آرد ذرت معمولا اینجوریه. من یه دقیقه اینو خاموش میکنم بقیه موادو، چون نصفشو من قاشق ریختم، نصف بعدیشو همه رو با هم میزنم. ببینید کاملا کرمدار و یک خورده یک کمی مایه‌تون شله، مثل از مایه کیک یک کمی شلتره، بازم هیچ اشکال نداره چون بعداً خودشو میگیره. وقتی که مایه شما حاضر شد ببینید به این حالت، بعداً توی ظرف مخصوص نون بیکینگ دیش تای ظرفتون رو با اسپری پم یا با کره با هر چی میخواین، که معمولا این ساده تره، حتما اسپری بکنین که نچسبه، چون ذرت یه حالت چسبندگی بدی داره. فرمون رو قبلا روی درجه 350 آماده کردیم و اینو به مدت 30 تا 35 دقیقه بستگی به فرتون داره میذارین بیک بشه. کاملا روش باید طلایی رنگ بشه. بعدا میتونین با یه توتپیک یا چنگال چک بکنین که وسطش خمیر نباشه. میذارم توفه برای 35 دقیقه. در این فاصله من میتونم یکی مخلفات تانکسگیوینگ لوبیا سبز یا استرینگ بینزه که معمولاً با هویج و قارچ درست میکنم. بسیار چیز خوشمزه. من قبلا اینا رو شستم، خورد کردم. شما میتونین اینو توی مایکروویو به مدت 5 دقیقه بذارین استیم بشه. بعد از اینکه کاملا استیم شد میتونین توی یه مایتابه یک کمی روغن بریزین، زیاد نریزین چون زیاد چیز میشه. یک کمی روغن زیتون یا روغن مایه، هر چی که دوست داشتین میریزیم. یک قاشق غذاخوری سیر خرد شده، میذاریم و لوبیا سبز رو یه تفت میدیم که یه حالت تردی پیدا بکنه. همینجور هویج هم میتونین به مقدار نصف لوبیا سبز بریزین. بعد از اینکه لوبیا سبزتون کاملا حالت کریسپی پیدا کرد ولی نباید سرخ بشه، یه حالتش عوض شد که من منتظر میشم تا این حالتش عوض شه. بعدا میتونین هویج رو بریزین و بعد از هویج قارچ. پس با ما باشین تا اینکه لوبیا سبزمون حاضر بشه. منم در این فاصله آب ترکی رو حاضر میکنم و با هم گریوی درست کنیم.
اوکی، لوبیا سبز ما با هویج و ماشروم حاضره. در آخر میتونیم سبزی معطر، پودر سیر، نمک و فلفل قاطی بکنیم که یک کمی بهش مزه بده و سوی ساس که بسیار بسیار خوب میشه. و من یادم باشه که به شما تذکر بدم بعد از این که لوبیا سبزتون رو استیم کردین بلافاصله بریزین تو آب با یخ فراوان، چون این باعث میشه که رنگش همینجور سبز بمونه. ببینین چقدر خوشگل شده. و اینو من میذارم کنار. میریم سر گریوی یا سس بوقلمون که اینم یکی از پرمحبوب ترین ساید دیشای ترکیه. من معمولا چون آب ترکیه خیلی ریچه، چربی زیاد داره، آردو بدون روغن سرخ میکنم. برای یه فنجون آب ترکی من یه قاشق آرد میریزم و آرد رو اینقدر هم میزنم مثل که حلوا درست میکنیم. حلوا رو با روغن درست میکنم ولی اینو بدون روغن تا کاملا آردتون رنگش برگرده، قهوه‌ای روشن بشه. تو این فاصله میتونین نمک، هر سیزنینگی که دوست داشتین، فلفل، پودر سیر بریزین، بستگی به سلیقتون داره. چون متوجه باشین فقط نمک زیاد نریزین چون خود آب بوقلمونتون نمک داره. بعد از اینکه کاملا قهوه‌ای شد، چون اگه نذارین قهوه‌ای بشه یه بوی خامی میگیره که زیاد خوب نیستش. بعد از اینکه کاملا قهوه‌ای رنگ شد میتونین آب بوقلمون رو بهش اضافه بکنین و تند هم بزنین با دست. اگه ولی احیانا دیدین که یه خورده دون شده این مایتون، هیچ اشکال نره، میتونین با یه صافی کوچیک رد بکنین که این مایه غلیظ رنگ خوبی میشه. معمولا زیاد نباید شل باشه، یه مایه غلیظ مثل ماست رقیق اینجوری باشه. بعد از اینکه اینو درست کردیم میتونین چاشنیشو بازم یا اینکه آب لیمو بریزیم، من لیموی تازه دارم، یا اینکه اگه دوست داشتین سویا ساس بریزین، اگرم دوست نداشتین هیچی نریزین، هیچ اشکال نره. که من یک کمی بهش آب لیمو اضافه میکنم که خیلی خوب میشه. در این فاصله که این حاضر میشه من میتونم چند تا طرز تهیه مخلفات دیگه هم خدمتتون عرض کنم که فقط من توضیح میدم که خودتون انشالله بتونین درست بکنین. یکی اینه که استافینگ با کورن برد بدون گوشت، ویژیتریان، هرچی میخواین. شما میتونین همون یه دونه لوف کورن برد رو کاملا خرد بکنین با پیاز، کرفس، نمک و فلفل، سیر و آب مرغ، 2 تا فنجون آب مرغ و یه نصف فنجون روغن کاملا قاطی کنین و یا بذارین توی بوقلمون یا اینکه بذارین توی یه ظرف پایرکس بذارین بیک بشه. بسیار خیلی خوب میشه. یکی دیگه هم پامکین برده که نون کدو حلوایی هرچی بهش میگین، اونم خیلی مورد علاقه است. اون یه حالت یه نون یا یه کیک داره. اونم 2 تا فنجون آرد، یه فنجون شکر، یه دونه کن پامکین، ادویه مخصوصش که ادویه مخصوصش معمولا دارچین، زنجبیل و براون شوگر، 2 تا تخم مرغ، یه قالب کره است که همینجور مثل که شما کیک درست میکنین یا نون، اول مواد خشک رو قاطی میکنین، بعدا مواد مایع رو قاطی میکنین و هم میذارین توی ظرف پایرک میذارین به مدت 30 دقیقه 35 دقیقه حاضر بشه. در این فاصله هم گریوی ما حاضر شد. ببینین یه حالت غلیظ رنگ خیلی خوش رنگی داره. تقریبا ما الان چیزای اصلی شام مخصوص تانکسگیوینگمون آماده است.
اگه اجازه بدین من میرم ترکی رو چک میکنم که انشالله تا این مدت حاضر شده و من برمیگردم خدمتتون. بالاخره نوبت آخر رسید، انشالله که همتون گرسنه‌این و آماده برای خوردن. این ترکیه ببینید بعد از 3 ساعت کاملا قهوه‌ای رنگ شد و پخته و استافینگ دوش. اینم که کورنبرد ماست، ببینید چقدر خوشگل شد و من الان نشون میدم. ترکی رو با اجازه شما از توی ظرف مخصوص بیکینگ برمیدارم میذارم روی تخته مخصوص که ببرم دورش هم طوریه که نمیشه جوز کنی. انشالله که بتونم یه تیکه برش دارم. بله ببینید من اینو میذارم کنار و شما میتونین چند جور ترکی رو ببرین. میتونین اول رونش رو سوا بکنین، بالا رو سوا بذارین، سوا ببرین و سینه رو هم سوا ببرین، یا اینکه همینجوری شروع بکنین ببریدن. من الان نشون میدم، بستگی به سلیقه داره که کسی چه سینه دوست داره و معمولا از تو به بیرون ببرین، نه این حالت نه این حالت. من یکی دو تا تیکه اگه کار بکنه بذارین اجازه بدین من ظرف رو بیارم بذارم روش. ببینید کاملا توی ترکی کاملا نباید صورتی یا پینک کالر باشه، اگه باشه یعنی ترکیتون نپخته. میتونین سایزای باریک‌تر ببرین. من یه چند تا تیکم رون میبرم. اول رون رو سوا میکنم، میذارم اینجا که میتونیم همینجوری ببریم، میتونیم همینجوری بذاریم یا اینکه سلایسش کنیم. و این ترکی که بعداً بیشتر میتونیم ببریم. یکی هم این که استافینگ یا مایه داخلشه و معمولا استافینگ شما میتونید یه ظرف بذارین توی ترکی، یه ظرف هم سوا درست بکنین. بعضیا توی ترکی میگن خیلی تنده یا اینکه دوست دارن استافینگ یکی از مورد علاقه ترین ظرفای بغل این استافینگمونه. دیدم که لوبیا سبز، استرینگ بینز، مش پوتیتو، کرنبری ساس. من متاسفانه کرنبری ساس رو برای شما توضیح ندادم، الان با سرعت میگم که چجوری درست بکنین. کرنبری، یه فنجون کرنبری تازه که خودمون نداریم تو ایران و اینو با یه فنجون آب، نصف فنجون شکر بذاریم بجوشه تا اینکه این شروع کرد به پف کردن. از روی شعله بردارین بذارین یه چند دقیقه بمونه، خودش یه حالت غلظت پیدا میکنه. یکی هم که گریویه و کورنبرد هم که من الان میبرم. شما اگه دوست داشتین میتونیم اصیل طبق معمول ما ایرونی‌ها عادت داریم همیشه باید برنج بغل غذامون باشه. برنج ساده هم درست کنیم، من همیشه این کارو میکنم، خیلی هم چیز خوبیه. با ترکی بخورین، بعضیا باقالی پلو درست میکنن که اونم سلیقه متفاوته. و الان اینم کورنبرد ما و آماده برای خوردن باشه. من با اجازهتون یک کمی خودم ترای میکنم ببینم چطوره. بسیار عالی. انشالله که تانکسگیوینگ خیلی خوبی با خانواده‌تون داشته باشین. من خودم از زمانی که بچه‌ها کوچیک بودن همیشه میگفتم که اوپن هاوس، هر کس رو از دوستاشون هر کس رو دوست دارن بیارن خونه و همسایه اگه میبینین که همسایه‌تون تنهاست دعوتش کنین، چون همیشه غذا به اندازه کافی برای همه هستش و یه چیزیه که
معمولا همه خانواده دور هم جمع میشن، میپرسن چه چیزی رو زیاد شوق گذارین. معمولا همه خانواده یه چیزی رو تذکر میدن. من خوشحالم برای اینکه همه خانواده‌ام سالمن. من I'm thankful because I have all my family together. و این یه چیزیه که be nice to سعی کنین که به هم مهربون باشین، دوستاتون رو دعوت بکنین، دور هم باشین و در آخرم اگه جا داشتین معمولا دسرش خیلی معروفه. یکی پامکین پایه، یکی سویت پوتیتو پای، یکی اپل پایه که اینا همه با بستنی، با کرم خامه، با هر چیزی که سرو میشه. آرزو میکنم که همتون دور هم با خانواده، با دوستا، با هر کسی که دوست دارین دور هم تانکسگیوینگ خیلی 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 خوبی داشته باشین. از اینکه با من بودین یک دنیا ممنون و متشکرم. مرسی.